هلو دوستان، خوش اومدید به لیتس پلی از بازی دینگ لایت د بیست. دوستان چند روز نبودم، یه سری کاروباری داشتم، نرسیدم ویدیو بذارم، ولی اومدم پرقدرت با یه گیم خفن به اسم دینگ لایت د بیست. رسیدید بازی جدید. توجه کنید دوستان، زیرنویس فارسی هم داره. رستگاری استاندارد. من همجوری اوکیتی بریم جلو. آقا دینگ لایت د بیست خیلی خفنه. خب حالا با هم دیگه جلوتر متوجه گیم میشیم. قدیمیه، برای فکر کنم چند سال پیشه، نمیدونم دقیقا چند سال، ولی توی سبکای بقا و بیشتر تو سبک زامبی و ترسناک زامبی محوره. و اینکه بریم که داشته باشیم. دمتون گرم، بذاریم پایین یه لایک هست بزن روش، اگه دوست داشتی سابسکرایب هم کن، و اگه سابسکرایب هم کردی در آخر زنگوله هم که بزنی دیگه ابرمشی هستی برای خودت. و دیگه از ویدیوهامون با کایل، اسم من کایل کرنه. کایل دارم میمیرم. چطور به اینجا رسیدم؟ ویروس سال 2014 توی شهر هران ترکیه پخش شد و داشت انسان‌ها رو به زامبی تبدیل می‌کرد. من عضو سازمانی به نام تلاش‌های امدادی جهانی شدم چون می‌خواستم کمک کنم اونها ادعا کردن تا ویروس رو متوقف کنن. دروغ گفتن. 99% جمعیت جهان از بین رفتن. کسی که ازشون جون سالم در بود همه عمرش رو هر روز تلاش زنده مونه، ولی اونایی که بهشون پوست کنده به طرز معجزات بعضی از ما فهمیدیم که نوع ایمنی درباره ویروس، اما سرنوشت ما از مجروحین بدتر بود. ما رو تعقیب کردن. ما شدیداً تحت آزمایش‌های وحشیانه قرار گرفتیم. 13 سال تحمل این عذاب رو داشتم. اما دیگه کلافم کرد که با مرگ آشتی کردم. ولی قسم میخورم اگه فقط یه کار تونستم بکنم، منم عوضی که باعث این همه اتفاق شد. ما کایلیم، کایل کرن. اوکی، گیم پلی قشنگه. ثابته دست ارتباط عصبی پاش. اوه باک. چه اتفاقی داره میفته جی؟ اومد تو. یکی هم اینو آدم ما رو نجات بدن جی؟ بگیرش. رفت برای خودش. زود باش، کمکت نیاز دارم. سریع باید بیدارش کنم. نه نمیتونم این دستبند رو باز کنم. سب کن. اوه بودی فاک. اینو به خاطر ما اینجوری شدن. بابا هرکی حرارتی که آمپول کرد تو ماجی. چی قراره سرمون بیاد توی این گیم احساسی؟ چیه؟ چی؟ از شهرش خلاص چی؟ کار خطرناکه. اگه قضیه کشف بشه. آره باهاتم. غریبه کی آجی؟
تقریبا تمام شد. استخراج کامل شد. سلولای بنیادی آماده است. بریم سراغ مرحله سراغ تکمیل شد. آقا داریم محل آزمایش آلفا رو با سرم تزریق میکنیم. رو ما دارن چه کار هاین؟ خودم این کار رو انجام میدم. دارن چی کار میکنن با ما آجی اینا؟ یارو یافش یهتون باشه دوستان. این بده این فکر کنم یکی از مهم بازی آمپول کرد تو ما. میمیرید همه تون میمیرید. کایل زخرف میگه عجیب و غریبه بدنش هنوز داره مقاومت بلند شو خود تو جمع و جورش. حالا چطوره؟ کاملا مثل قبل نیستی بعد از همه کاری کردیم بعید هم نیست. طرف که نشون دادی خیلی مقاومت بیش از حد لازم. سخت شورشی و شجاع. به همین دلیل از شر تو خلاص یک موقعیت آزمایش جدید پیدا کردم. فردی بسیار امیدوار کننده. دیگه بهت نیازی ندارم. He's already more compliant and obedient than you ever were. بعد این همه سال هنوز میخوای بجنگی؟ خنده داره ولی همون قدر هم تحسین برانگیز میتونه باشه. ببینم این دوز 2 برابر چیکار میکنه. نمیخوام ما رو بکشن. میکشمت. ببین Not in this lifetime. Initiate the procedure. من کایلم تو کی ها؟ Understood, sir. گیرت میارم آجی. من یکی گیرت میارم. فقط تماشا کن. Ready for subject beta. Now, eject the serum. سرم تزریق. به ما میخوان سرم بزنن آجی. Damn it! He's waking up! Hold him still! Inject him! Quickly! آها همینه احمقا. همینه کایل. ببین کایل شدیم. فقره که بیدار شو لعنت. What the hell? برو رادیو رو بردار. به کنار دیگه تنلش. I've got the radio. کی هستی؟ Who is this? من هلیوی هست. من قراره تو رو از اینجا بیرون ببرم ولی تو باید بری همین حالا. در حالی که این هیولای آزاد شده اونها رو منحرف میکنن. تو کی هستی؟ Who are you? نگرانش نباش. فقط حرکت کن. بزن بریم. دمت گرم آقا. بردار نورو بردار. لایت آبی. شنیدم دوستان لایت آبی برای این یارو زامبیا چیزه مثل اینکه سینخیز باید بریم داداش. جو باید بریم. I'm listening. خروجی آزمایشگاه اینجاست. یادی ایگزیت اون برست. او از چیز داد بریم اجی. برو بلند نمیشی چرا؟ این ورودی تو رو به اتاق بعدی هدایت میکنه که اون هم تو رو به راه رو میرسونه. باز کن دیگه آجی. اینجوری هست. بیسته خوبه من نمید پاشه پا نمیشه. اف میزنم باز نمیشه. خب والا نمید با دسته پلی داتا جی با چیزی کم سخته.
سی رو بزنیم برو میده این نیافتی پایین حالا بعد پاپی پلیت های افتادم آنی Just gotta keep moving. برو بیرون پاشا چه ویژوالی داره رگای دستش معلوم آنی بلند شد دیگه تو هم بابا حالا نشسته حالا اتاق بعدی میخواد چیز شد دیگه میدوه دیگه اتاق بعدی پاشو دیگه بابا چرا پا نمیشی تو What the hell happened here? از آزمایشگاه خارج نباید تو این اتاقا بریم نه؟ شاید چیزی باشه جیم چی گفت این زنه نهیدم این قد اصلا بریم تو خب این هم باید روی قفصه آدرنالین هست خودت تزریقش کن چی هست؟ آمپول بزنی؟ بزن به خودت آدرنالینه؟ اوه فاک آلفا شدیم اجی باش رو که وقته حالا یعنی تا اینو نمیزد نمیتونست باشه یه آمپول زد 2 ثانیه قلبم وحشیانه میزنه البته که زیر نویسش با چیزی که گفت فرق داشت ولی خب لباس رو بپوش و چه تریپی زد حالا به راه روی اصلی برگرد بینم The doors aren't opening. درها باز نمیشن صبر کن الان امتحانش کن باز شد دمت گرم اینجا چیکار کنم آجی ببین هنوز هیچی نشده این ویدیو دوستان این گیم رو از دست ندید این میخوای درگیری های خفن ببینید احمق بریم تو باز کن خودم زور میزدم انقدر دردم نمیگرفت یه جلو وسطی و نگهداری چراغ یووی میزنه دیدی گفتم شنیدم چراغ یووی برای زامبی هست دورشون میکنه برو عقب همینو بیا جلو ای وای چی نداریم دست خالی نمیسن برو حالا باید چیز میدادی بهمون اینجا در سمت چپ ما اصلا نمیخواست بزنیمه ما زدیم دیگه به تلفات دیگه چی گفت؟ Yes, I do. But how do you see it? برو آجی از کردم یکی دقیقا پشت چندم گفتم الان پاها میگیره میکشه برو دیگه حالت برو چجوری میشینه من الان کجام تو الان دادش مهمونی کجایی هنوز ضعیفی
توجه آلوده رو جلب نکنیم. اوکی بعد بپیچیم بریم آجی. برو این گوشه موشه ها بنده برو. ایشونی که باید بزنم آجی جدی. لعنت شیم به فاک میرفتیم ها، چون خودمون رو به فاک باشه. حالا قضیه سخت. منظورت چیه؟ باید از انبار رو برو کنیم. انبار کجاست؟ چی؟ اونا اونجا آلوده ها رو نگه میدیم ازشون. آیا رای دیگری در طرف مقابل نداره؟ متاسفم. چه دیگه از انبار بریم. نمیتونم بازش کنم. از درایی که پوسته استفاده کنم. قرار از بخش بیرد بشیم. Why? What am I walking into? چیزی Imagine a morgue where everything moves and wants to kill you. Fuck. Fuck, great. You used the cameras to see me, right? Yes, Was anyone else watching? maybe. یعنی چی؟ And then I guess I better hurry. You're going to have to Oh find your way through. fucking babe. ببر لوله رو نمون کن. لوله رو I guess that's برداری all I have to بریم. do. فعلا همین کارمون رو راه بندازه. مشی 2 نفره. بزن تو کلاش. برو عقب برو عقب جون بگیر. برو عقب برو عقب. انرژی بگیر انرژی بگیر. برو عقب. برو این دوتایی اینجوری یعنی نه همه چون بگیرن کارمون چی؟ The door's straight درها ahead. دقیقا رو بروته. برو بودو دیگه. برو بالا با آسانسور جای There's تونل an رفت فرار evacuation است. tunnel up there. ببین یکیشون بزنه شیشه رو بشونه تمام ها. بدجور گیمش باحاله. برو بریم. تمام شده جی. Not باز نمیشه opening. دارم باز میکنم. لعنتی حتما یکی بسکشیه. Someone must have locked با it. این دوربینا هست. Let me try the اون emergency یارو که override. گفت All right, the elevator is coming, but the other doors are opening too. چی شد؟ در رو باز کرد یارو. به فاک رفتیم. حالا اینا رو بزن هازی جدی. Alright, عالیه. come on! به جلو. بابا 20 نفرن اینا. چی شد؟ کله رو بکن. ماشالله بکن کله من برای آلفا شدی؟ من رو میزنه. اون دو خاک کشیده میزنه. چی؟ What the? Unbelievable. باورم نمیشه. What just happened to me? The Baron reshaped you into تو رو به something چیزی new. تبدیل کرد. به چی تبدیل کرد؟ The elevator. Get in, quick. آلفا مالفا شدیم آجی جدی. گیم؟ What the hell is Yo, this pues, place? It's a فکر research مرکز تغییری facility. که بارون where the Baron آزمایشش conducts رو experiments. اونجا میده. و And I was منم one of یکی the از test سوژه subjects. آزمایش. تو You were سوژه the main اصلی آزمایش. subject. چه What's going خبره؟ on? هیچ کس نمیخواد Someone فرار doesn't want کنی. you to get away. پروتکل‌های خاموش‌سازی فعال شده است. Time for me to go. I'm sorry. You're on your own now. You need to get out any way you can. یعنی چی؟ Shit! تو هم رفتی و
حالا شکست ناپذیر ناموسه. بکش ما تو بالا بینم چه کنیم الان؟ دلقک زاده بر بالا بینم. این همه تو سوزن خوردی فلان خوردی بزن میدونی بری بالا. برو بالا. میپره تا اونجا نیپره. آجی باید بپریم یه جوری داخل آسانسور. آها برو لوله رو بگیر. لوله بالایی بپر. یس حالا بریم اون بالا. برو تو لوله. برو تو لوله. برو بغل. برو بغل. بغل چرا نمیرم ها. برو بالاتر. برو بالاتر. نمیرسه آجی. نمیرسه. میرسی؟ میرسی و میرسه ما هانتر رو و رفت. گیم احساسی فرار از تأسیسات. نه دیگه حواسم پرت میشه. فرار کن دیگه جی. چیکار بکنیم؟ برو که بریم آجی. داره درمرا رو میبنده. برو گرفتیم دیگه. برو تو. یه سری رفتیم دادش. فقط بود آخر سر بشین. همین رفتیم. این لایت قشنگ بود. دوست داشتم. قشنگ بود واقعا. احساسی بود. دوست داشتم. خب دوستان این بود از یک پارت از بازی دینگ لایت 200. اگه دوست دارید این گیم رو پارت بعدی در کار باشه لایک کنید، حمایت کنید. دمتون گرم. و این زیر کامنت کن پارت بعدی رو بذار. من فکر کنم یه پارت دیگه جا داشته باشه ازش بذارم چون خودم خیلی خوشم اومد. دمتون گرم. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعدی خدا یارو نگهدار.